پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامالی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان امروز همچون سرمشق کار تمام ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری برای یک سال دیگر توسط وسایل اخبار آمد در تمام مناطق کشورمان با تنتنه ارائه گردید. امروز مثل دیگر شهر و نواحی تاجیکستان صاحب استقلال در کارخانه و مؤسسه‌های شهر ترسونزاده نیز پیام تقدیرساز از طرف مردم خوش پذیرفته شد. کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی شهر ترسونزاده در تالار شعبه معارف شهر جمع آمده دست جمعانه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را تماشا کردند. باعث تذکر است که سفربر نمودن امکانات‌های بیشتر برای رشد ساحه معارف در پیام این ساله مخصوص قید کرده شد. سرور دولت پیشوای ملت جناب عالی امامالی رحمان در پیام امساله خود راجع به ساحه تندرستی نیز تاکیدهای مشخص نمود. از جمله دقت حاضرین به جلب متخصصان جوان به کار در ساحه تندرستی روانه گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قید کردند که ساحه تندرستی نیز از ساحه‌های کلیدی بوده باید برای رواج ساحه متخصصان جوان بیشتر سفربر گردند. طبیبان پرتجربه و سابقه‌دار وظیفه‌دار گردند که برای دادن امکانات‌های بیشتر به کادرهای جوان و آموزاندن تجربه پیشقدم به آنها دقت مخصوص دهند. امروز زحمت پیشگان تمام ساحه‌های خواجگی خلق شهر ترسونزاده همچون در تمام کشور از تماشای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامالی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خلاصه ضروری برآوردند و نقطه‌های آن را برای یک سال دیگری فعالیت همچون رجع و سمت افزایش‌ناک کار خود قبول نمودند.